سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما دوستای عزیز و گلم. وقتتون بخیر باشه. ساعت 6:30 صبح هستش و گفتم قبل از اینکه دانشگاه برم این ویدیو رو برای شما ضبط کنم. فوق‌العاده خبرهای جدیدی اومده، اصلا دوباره شروع شد. یعنی دوباره این اتفاقاتی که یه مقدار خوابیده بود دوباره شروع شد. بچه ها، اولین مورد، چون دو سه تا خبر مهم کوتاه احتمالاً در بیاد، سعی میکنم زیاد صحبت نکنم در رابطه باشون. اولین مورد اینه که بچه ها ترمیم معدل، من چند جا پیگیری کردم. بعضی از مسئولای آموزش پرورش گفتن تا امروز فرصته، یعنی امروز که شنبه هستش 22 تا امروز فرصته. پس لطفاً اگر باگی دیدید، نکته‌ای بود، قرار بود امروز امتحان کنید، قرار بود برید آموزش و پرورش، حتما امروز برید و حداکثر شب دیگه کارهای ترمیم خودتون رو انجام بدید و تمام. این از این نکته خیلی مهم. پس بعضی از مسئولین آموزش پرورش گفتن تا امروز فرصته و یه جورایی خب این اگه نخواهیم ریسک بکنیم، خب تا امروز باید کارمون رو انجام بدیم. حتی من وقتی وارد در واقع سایت مای مدیو هم میشم به همین صورت هستش. اجازه بدید چون به صورت زنده دیگه ویدیو رو ضبط میکنم، خیلی اوکی. خب همونطور که گفتم اگه نمیخواید ریسک بکنید امروز دیگه کارتون رو انجام بدید و هر آنچه که وجود داره رو کامل کنید. و نکته بعدی که وجود داره در رابطه با انتخاب رشته فرهنگیان هستش و طبق پیامی که من دیشب به یکی از آشناها دادم در فرهنگیان و ایشون هم جواب من رو دادن، همین هفته، یعنی امروز شنبه است، توی همین هفته انتخاب رشته فرهنگیان شروع میشه. آماده باشید. من براتون توی چنل تلگرام یه آیدی جدید میذارم، چون قبلا یه آیدی توی توضیحات بود و براتون یه آیدی جدید میذارم که بتونید به اون پیام بزنید، حالا احتمالاً امروز یا فردا، و انتخاب رشته فرهنگیان که شروع بشه به قول معروف باید سریع کار رو انجام بدیم که نذاریم بمونه، چون این انتخاب رشته فرهنگیان هم مثل ترمیم معدل فرصتش کوتاهه. شاید 3-4 روز به ما فرصت بدن و واقعا توی 3-4 روز باید ما مدیریت بکنیم کارهایی که نیاز هستش انجام بشه رو. خب این از این مورد. مورد بعدی، بعضی از بچه ها دوباره خیلی مشکل داشتن توی فرایند ترمیم معدل. بچه ها نکته های جدید مونده، فقط یه سری توضیح کوتاه این وسطش گفتم بهتون بدم و خدمتتون توضیحش بدم. بعضی از بچه ها پیام زده بودن در رابطه با اینکه بعضی از درس هایی که در واقع وجود داره خب ایراد داره، یا مثلا یکی از ایراداتی که دیروز گریبانگیر همه شده بود پرداخت ناموفق میزد، یعنی همش میزد پرداخت ناموفق. خب به خاطر همون شما سعی بکنید که امروز دوباره وارد بشید و اگر پول از حسابتون کسر شده برمیگرده، دوباره پرداختیتون رو انجام بدید. منتها این بار اگه میتونید شب انجام بدید که انشالله مشکلی برای شما پیش نیاد. و نکته بعدی که وجود داره در رابطه با همون درس‌های متفاوت بود که کد درس‌ها فرق می‌کرد، تعداد درس‌ها فرق می‌کرد. این هم بچه باگه، بذارید آخر شب. اگه درسی غیر از درس شما بود انتخابش نکنید، این مبهم واقعیتش. من نمیدونم باید به شما چی جواب بدم، چون آموزش پرورش به ما هیچی نمیگه، میگه نمیدونم. و به خاطر همون یعنی خب آموزش پرورش شهرستان ها دیگه، تهران که خب طبیعتا میدونه و اینا هم که خب مشخصا نمیدونن. ولی خب چیزی که بهتون پیشنهاد میدم اینه که شما سعی بکنید ابتدا اگر دیدید دیگه تا آخرین لحظه درست نشد، همون دروسی که جز دروس خودتونه و ترمیمی اونو انتخاب بکنید و یادتون نره که در واقع اگرم میخواید کنکور زبان بدید فقط دروس عمومی تاثیرگذار هستش روی شرایط کنکور زبان شما به علاوه سلامت و بهداشت و هویت اجتماعی. حتما این موارد رو رعایت بکنید. بریم سراغ نکته‌های بعدی. بچه نکته بعدی خدا رو شکر از بیخ گوشمون گذشته بود. قرار بود امتحان نهایی خیلی زودتر شروع بشه، یعنی 5-6 روز زودتر، که دوباره کنسل شد و خدا رو شکر از زمانی که این خبر اومد تا زمانی که تکذیب و کنسل بشه، تکذیب نشد کنسل شد، حدود شاید 1 روز کمتر زمان برد و توی این مدت تایم و توی این تایمی که ما داشتیم قرار بود که هفته بعدی امتحان نهایی شروع بشه که دوباره باز میگم کنسل شد و الان
حدوداً 10 روز نه 9 روز آینده 8 روز آینده فرایند امتحان نهایی شروع میشه، در حالی که قرار بود همین چند روز آینده شروع بشه، 2-3 روز آینده شروع بشه که بازم میگم کنسل شد و امتحان نهایی هاتون هم سر جاش هستش و 30 همون تاریخ قبلی انشالله استارت خواهد خود و دیگه جای نگرانی برای شما توی این قسمت وجود نداره. و بعد از این که بچه‌ها یه نکته دیگه هم بهتون بگم، انتخاب رشته فرهنگیانو که دیگه شما انجام بدید این جدا از انتخاب رشته سراسری شماست، یعنی انتخاب رشته سراسری شما توی مرداد ماه انجام میشه و به قول معروف باید این مورد رو در نظر بگیرید که یه وقت اشتباه نکنید و اگر شما قبول بشید در دانشگاه فرهنگیان به هیچ عنوان توانایی دیدن نتایج سراسری خودتون رو نخواهید داشت. یعنی کسایی که اصلا فرهنگیان ثبت نام کردن از همون اول دیگه توی پروسش افتادن، مگر اینکه یک اتفاقی خدای نکرده بیفته که قبول نشن یا قبول بشن، در هر صورت در واقع نمیتونن سراسری خودشون رو نگاه کنن. یعنی اگه قبول بشن نمیتونن، اگه قبول نشن یه تایمی باید بگذره و بعد میتونن در واقع درصدهای سراسری خودشون رو و ترازهای سراسری خودشون رو مشاهده کنن. این بود از خبر امروز، مراقب خودتون باشید. یا